سلام دوستای عزیزم، امیدوارم که مثل همیشه حالتون خوب باشه. من مرتضی هستم و امروز قراره با هم گردشی داشته باشیم در شهر زیبای سیاکل. البته این گردش به صورت رانندگی خواهد بود. شهر سیاکل در 44 کیلومتری شهر رشت و 20 کیلومتری شهر لاهیجان قرار داره. همه سیاکل رو با دیلمان و جاده سیاکل به دیلمان که یکی از زیباترین جاده های استان گیلان هستش میشناسند. آبشار رونق و کاروان سرای تیتی از جاهای زیبایی هست که در مسیر سیاکل به دیلمان قرار داره و ولاگش رو قبلا در کانال قرار داریم. همچنین در روزهای پنجشنبه بازار هفتگی در این شهر برگزار میشه که لینک ویدیو مربوط به اون رو در قسمت توضیحات براتون قرار میدیم. خواهشاً با لایک ها و کامنتاتون ما رو در مسیر بهتر شدن حمایت کنید. در ضمن برامون بنویسید که دوست دارید از کجا براتون ولاگ تهیه کنیم. امیدوارم که از این گردش لذت ببرید.